بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. پسرای نازنینم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم مرور فصل صفحه 142 که قسمت فرهنگ و نوشتنش در همه فصل‌ها هست و این به شما کمک میکنه که هر چیزی یاد میگیری به زبان ساده‌ای که میخواین اونو بنویسید. خب در سوال 1 گفته با یک مثال تقریب زدن به روش گرد کردن و با یک مثال هم تقریب زدن به روش قطع کردن رو توضیح بدید. این دیگه فکر کنم همتون راحت میتونید بنویسید و همونطور که میدونید که همیشه برای نوشتن تقریب به روش گرد کردن اول ما باید زیر اون تقریبی که به ما گفتن خط بکشیم. در قطع کردنم به همین شکل هستش، یعنی در هر دو صورت ما باید زیر اون تقریبی که بهمون گفتن رو اول چیکار کنیم؟ آفرین، خط بکشیم. وقتی که خط کشیدیم در قطع کردن از اول تا اون عددی که زیرش خط کشیدیم چه کار میکنیم؟ مینویسیم و بقیه عددها جلوی اون عددی که تقریب زدیم چی میشه؟ 0 میشه. در روش گرد کردنم میشد که بازم به همین شکل، با یه تفاوت که در گرد کردن عدد جلوی عددی که ما زیرش خط کشیدیم به عنوان تقریب ما، مقدار تقریب ما هستش، اگه 5 باشه یا از 5 بیشتر باشه یه واحد یا یک عدد به اون عددی که زیرش خط کشیده شده اضافه میشه و ما از اول تا اون عدد رو مینویسیم و بقیه عدد را مثل همون قطع کردن چه کار میکنیم؟ 0 میکنیم. حالا مثالی هم که میخوایم بزنیم میتونیم به عنوان مثال برای قطع کردن، من این قسمت رو بزرگش بکنم، برای قطع کردن مثلا عدد 724 درسته؟ مثلا اینو ما میخوایم با بذارید من اینجا یه 8 بنویسم، 7248. ما اینو میخوایم با روش قطع کردن چه کار بکنیم؟ تقریب بزنیم. تقریبمون چقدر باشه؟ مثلا 10 گام، به عنوان مثال 10 گام با تقریب کمتر از 10، با تقریب کمتر از 10. درسته؟ خب 10 یعنی 10 گان، زیر 10 گان خط میکشیم. در قطع از اول تا اون عددی که زیرش خط کشیدیم مینویسیم و عدد جلوی اون چی میشه؟ 0 میشه. درسته؟ حالا در گرد کردن مثل همین قطع کردن گفتیم مینویسیم 7248 رو که داریم زیر اون تقریبمون که خط کشیدیم نگاه میکنیم عدد جلوی 4 از 5 بیشتره، پس یه واحد به 4 اضافه میشه، پس این قطع شد. حالا گردش هم که میشه 725 0. به همین راحتی.